تن مشتری. قبل از اینکه من پاترون رو پروب کنم یه نکته رو بگم. خیلی از دوستان توی تهیه پاترون مقاومت دارن، میگن ما چرا باید پاترون تهیه کنیم؟ خب من که این الگو رو کشیدم، از الگومم مطمئنم، خب اینو مستقیم میندازم روی پارچه. دوستای عزیزم، درسته که شما از الگوتون مطمئن هستید، ولی خیلی مواقع مخصوصا توی جامعه ایران و اندام ایرانی ویژگی‌های اندامی هست که شما توی الگو کشیدن شاید اون لحاظ نکرده باشید. مثلا فردی که شکم برجسته داره یا باسن برجسته داره یا پهلوهای گوشتی داره، خب شما میزان این رو نمیدونید. مثلا موقعی که دارید الگو میکشید توجه کردید طرف شکم برجسته‌ای داره ولی نمیدونید این میزان چقدره. الگوتون رو کشیدید، حالا اگر شما پاترون ندوزید و مستقیم روی پارچه الگو رو برش بکنید، اتفاقی که میفته مثلا شکم تنگه، از قسمت پشت به سمت جلو داره میکشه و این قسمت رو کیستی ایجاد کرده. شما میای برای پرداخت کردن این کیستی، الان که دیگه نمیتونی کاری بکنی اصلاح بکنی الگوت رو، چون پارچه اصلی رو برش زدی. میای برای برطرف کردنش خط پهلو رو باز میکنی. وقتی خط پهلو رو باز میکنی، شکم خط پهلو رو به سمت جلو میکشه، خط پهلوی شما کج میشه، به سمت جلو تمایل میکنه و روی پهلو کج میسته. یا حتی اگه طرف باسن برجسته داشته باشه یا اینکه مثلا پهلوهای گوشتی داشته باشه، شکم تخت داشته باشه یا باسن تخت داشته باشه، اینها تمام نکاتی که توی جلسات بعد برای برطرف کردن شما کلی کار باید انجام بدیم. پس وقتی شما پاترون رو تهیه میکنی، روی تن مشتری بر فرض مثال الان میبینید که شکم چاقی داره، شما میای پاترون رو دقیقاً از قسمتی که کشیدگی داره ایجاد میکنه، من این نقاش میکشم، خب این مانکن خیلی مانکنه، از قسمتی که میبینی مشتری شما شکم برجسته داره و این قسمت روی شکم کشیدگی ایجاد کرده، خط CF شما به سمت بالا تمایل داره چون اینجا تنگه، میای چیکار میکنی؟ دقیقاً این خط رو علامت میزنی و یه قیچی تو تن مشتری میزنی. از این قسمت، یعنی از این پهلو به این پهلو یه قیچی میزنی، این قسمت باز میشه، خط CF آزاد میشه. ولی فقط این نیست، بعد دوباره باید بیای تنظیم بکنی که حالا آموزشش رو بهت میدم و باز توی تن مشتری پاترونت رو قیچی بزنی. و وقتی که شما این کارو میکنی، الان دیگه کاملا لباس توی تن مشتری درست ایستاده. وقتی که این اتفاق افتاد، حالا شما دقیقاً اون قسمت‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنی و روی الگو پیاده می‌کنی. دیگه خیالت کاملا راحته که این لباس توی تن مشتری من عالی خواهد ایستاد. شما یک بار این زحمت رو کشیدی و یک بار این کار رو انجام دادی، ولی این الگو رو نگه می‌داری. هر سری که این مشتری بیاد دیگه اصلا شما نیاز نداری اندازه بزنی، نیاز نداری دلهوری داشته باشی که من چقدر براش فضای دوخت بزنم خب ایشون مثلا شکم برجسته‌ای داره کارم خراب نشه. پس به این نکته خیلی دقت بکنید، مقاومت نداشته باشید، مطمئن باشید در آینده اعتمادی که مشتری به شما میکنه و هزینه‌های خیلی خوبی که برای دوخت لباسش حاضر به شما بده برای اینکه مطمئنی لباسش رو خیلی عالی در میاره، جبران این هزینه‌های کوچیکی که برای خریدن این پارچه‌های متخال انجام میدید رو میکنه. و در زمانتون هم مطمئن باشید اون زمانی که شما میذارید برای دوخت یه پاترون همون زمانی که شما میخواید بذارید توی تن مشتری پروف بگیری از لباسش و بعد بیاید اون پروفگیری رو اصلاح بکنی، 10 بار بشکافی، بدوزی و از این کارها. این از این نکته. حالا من میخوام این دامنی که دوختم رو توی تن مشتری پروف کنم. دوستای عزیزم، حالا توی تن مانکن من این دامنی که دوختم رو باید پروف کنم. چجوری باید این کار انجام بدم؟ دامن رو پشت و رو، یعنی درزهای دوختم باید به این سمت باشه. توی تن مشتری میکنم و شروع میکنم به پروف کردن. قسمت هایی که میبینم آزادی داره، چین داره، کیستی داره، الان ببینید توی تنه ما که این قسمت یک مقدار آزاده. میام این قسمت رو به این صورت میگیرم، دقیق علامت بزنید دوستای عزیزم تا این قسمت ببینید که این قسمت دقیقا توی تن مانکن من آزادی هست. دوباره اون به سمت مقابل هم دقیقا با اندازه هاش با اون سمت یکی باشه دوستان. پروبش گرفتم. قسمت شکم کاملا تخت ایستاده، کیستی نداره، قسمت باسن هم همینطور. دوستای عزیزم، توی پروبگیری حتما به بلندی ساسون ها هم دقت بکنید. یک زمانهای شخصی باسن برجسته داره و ممکنه این ساسون ها براش بلند باشه، باید قد ساسون ها رو کوتاه بکنید و قسمت پهلوها رو باید دقت بکنید. قد کار که دیگه یه چیز سلیقه‌ای هست کاملا. بعد از اینکه پروفگیریمون کامل شد، دوستای عزیزم، دامن رو از تن مشتری در میاریم و میریم تمام اصلاحاتی که روی دامن انجام دادیم رو به الگوی
مادر منتقل میکنیم و بعد الگوی ما آماده است که بره برای برش روی پارچه اصلی. عزیزم من پاترون رو از تن مانکن در آوردم و حالا میام چک میکنم ببینم توی چه قسمت هایی من ایرادهای کارم رو برطرف کردم و کارم ایرادی. میام اینجا